حکومتا رژیم اسد راگهان کو آلین سینور ما درباس بکن و چارنویسا وان مینا فروکیا اسرائیل با جگیری وزیر درو ی رژیم سوریه فیصل المقداد ده آهنگکا قنصلخانه ایران لشام پایتخت سوریه کر گوت کو چه آلین سینور سوریه درباس بکن و چارنویسا وان مینا فروکیا اسرائیل با و تکسکر کو حکومتا ولاتی وی و برانبری هر دجمنکی راوسته. هروها المقداد ده في هالكفتة دا قود كو اخستنا ولاتي وي جي فروكيا إسرائيل را دا خويا كرن كو سوريا ودگارا جي خوي بري و دكارا ايرو برسوي بده. جيگيري وزير درفا يه سوريا فيصل المقداد آماجا ببشتفانيا إيراني جي رجيما سوريا ركر و قود كو پيوندين إيراني و سوريا پيوندين ديروكينا و درسانيا هرد ولاتان دا هردمينا. سروک وزیرین اسرائیل بنیامین نتنیاهو جی ایرو گفل ایرانی و هوالبندین وی لحرمی کرن و گوت کو لباما حزب الله لباکور هیا و حماس لباشورا ایران جی ایرو هیا دوی همو آلی بزان کو اسرائیل برانبری هولدانا تکبرنا دولتا خوا و جانا ولاتین خوا یا روجانا بیدنگ نامینه لگور مالپرکا اسرائیلی. هروها نتنیاهو بردوام کرو گوت ام نتنه لسر ترور د آخفن لبلی ام لسر دولتکا پشتوانیا ترور دگه د آخفن و دوی تواهی دولتین جهانی بزانن ام ایران لسر سینور خوا قبول ناکن. شاندیه تایبت یه سروک روسیای جه سوریا و روجلاتا ناوین را میخائیل بوگدانوف ایرو دشمه ده کنگره کی روجناموانی ده گوت کو روسیا توزانیاری وید درباره بارگهین ایرانی نیزیکی تدمورا سوریای تنیا. بردف که بنتاگونا امریکای ادریان رانکین ده داخویانیه که ده درباره پشهاته نوبرا سوریه و اسرائیل ده یک شمی راکان کو ولاتی وی پشتوانیا مافی اسرائیل ده براوانیا کو دبر گل خود برانبر گفن لسر خاکه دکه و گوت کو اسرائیل هف پیمانی هری نزیکا جه امریکای را لنفچه